شهر سوخته و تمدن هوشمند و خلاقون با بیش از 5000 سال قدمت به عنوان بزرگترین استقرار شهرنشینی در نیمه شرقی فلات ایران، نمونه منحصر به فرد و حکایتگر واقعی علم، صنعت و فرهنگ گذشته‌های دور این مرز و بومه. دوره بنای این شهر بزرگ با دوره برنز و تمدن جیرفت همزمان شده. شهر سوخته از قدیمی‌ترین شهرهای ایران در 3200 سال قبل از میلاد پایه‌گذاری شده و مردم شهر سوخته در 4 دوره بین سالهای 3200 تا 1800 قبل از میلاد در اون سکونت داشتند. شهر سوخته یکی از آثار تاریخی و باستانی عصر برنز و همدوره با تمدن جیرفت در استان سیستان به شمار میاد. حمله اقوام مهاجم همسایه و تغییر مسیر رودخانه هیرمند از جمله مهمترین دلایل افول تمدن شهر سوخته است. برخلاف تصور عموم، در واقع این شهر آتش سوزی رخ نداده. حتی شواهدی بر وجود جنگ افزار هم در شهر سوخته یافت نشده. شهر سوخته یک تمدن وابسته به صنعت بوده، بنابراین کوره‌های بسیاری در اون فعال بودند که خاکستر اونها در اطراف منطقه مسکونی تلمبار می‌شده. همچنین در دوران‌های پس از افول تمدن در این منطقه برای درست کردن غذا زمین رو میشکافتن و آتش روشن می‌کردند. با این شرایط نخستین باستانشناسان وقتی از این منطقه بازدید داشتن مشاهده کردند که یک سطح وسیع خاکستر وجود داره. پس نخستین لقبی که به اون دادن شهر سوخته بود. کلونل بید، یکی از ماموران نظامی بریتانیا، از نخستین کسانی که در دوره قاجار و بعد از بازدید از سیستان به این محوطه اشاره کرد و نخستین کسیه که در خاطراتش این محوطه رو شهر سوخته نامیده و تصور نموده خاکسترهای بازمانده در اطراف تپه به دلیل رخ دادن یک آتش سوزیه. یکی از عجایب این شهر این بوده که اونا در علم پزشکی بسیار پیشرفته بودند. حتی نخستین چشم مصنوعی جهان در شهر سوخته است. برای نخستین بار در شهر سوخته یک چشم مصنوعی متعلق به 4800 سال پیش کشف شد. این چشم مصنوعی متعلق به زنی 25 تا 30 ساله بوده که در یکی از گورهای شهر سوخته مدفون شده بوده. چشم مصنوعی یافت شده در چشم چپ اون کار گذاشته شده و با وجود گذشت زمان نزدیک به 4500 سال از ساخته شدن اون هنوزم سالمه. جنس این چشم مصنوعی یافت شده هنوز به طور کامل مشخص نیست، اما به نظر میرسه در ساخت اون از قیر طبیعی مخلوط به نوعی چربی جانوری استفاده شده. در روی این چشم مصنوعی ریزترین مویرگ‌های داخل چشم توسط مفتول‌های طلایی به قطر کمتر از نیم میلیمتر طراحی شدن. مردمک این چشم در وسط طراحی شده و تعداد خطوط موازی که تقریباً یک لوزی رو تشکیل میدن در پیرامون مردمک دیده میشه. مورد پزشکی عجیب دوم جراحی مغز در شهر سوخته بوده. یکی از شگفت‌انگیزترین یافته‌های این شهر پیدایش نشانه‌های کهن از جراحی مغز در شهر سوخته است. جمجمه‌ای از دختر 12 یا 13 ساله که در 4800 سال پیش پزشکان اون رو برای درمان بیماری هیدروسوفالی که یعنی جمع شدن مایع در جمجمه میشه، بخشی از استخوان جمجمه اون رو برداشتن و جراحی کردن که مدت‌ها بعد از این عمل زنده موند. اسکلت کامل پیدا شده از یک دختر 14 سالی که مورد جراحی مغز قرار گرفته یکی از عجیب‌ترین جراحی‌های کهن در تاریخ پزشکی به شمار میاد. مورد عجیب سوم نخستین خطکش تاریخه. یکی دیگر از اشیاء جالب کشف شده در شهر سوخته خطکشی است که در دقت اون برای محققان جالب توجهه. دقت این خط نیم میلیمتره که برای تاریخ مردم شهر سوخته رقمی شگفت‌انگیز به شمار میاد. کشف عجیب چهارم قدیمی ترین تخت نرد جهان در شهر سوخته است. کهن‌ترین تخت نرد جهان از گور باستانی شماره 761 در شهر سوخته به همراه 60 مهره پیدا شده. این تخت نرد بسیار قدیمی‌تر از تخت نردی که در گورستان سلطنتی اور در رودان بین النهرین پیدا شده. این تخت نرد از جنس آبنوس و به شکل مستطیل ساخته شده و بر روی اون یک مار که 20 بار به دور خودش حلقه زده و دمش رو در دهان گرفته نقش بسته. تخت نرد 20 خانه بازی و 60 مهره داره و مهره‌ها که در یک ظرف سفالی در کنار تخت نرد قرار گرفتن از سنگ‌های رایج شهر سوخته یعنی لاجورد، عقیق و فیروزه ساخته شدن. مورد پنجم نخستین انیمیشن جهان در شهر سوخته. باستانشناسان هنگام کاوش تو این شهر در گوری 5000 ساله جامی رو پیدا کردن که نقش یک بز همراه با یک درخت روی اون دیده میشه. اونا بعد از بررسی این شی پی بردن که نقش موجود بر اون برخلاف دیگر آثار به دست اومده از محوطه‌های تاریخی شهر سوخته تکراری هدفمند داره، به گونه‌ای که حرکت بز به سوی درخت رو نشون میده.
هنرمندی که جام سفالین رو بوم نقاشی خودش قرار داده تونسته در 5 حرکت بزی رو طراحی کنه که به سمت درخت حرکت و از برگ اون تغذیه میکنه. باستانشناسان با نزدیک کردن این تصاویر به دیگه موفق شدن نمونه ای از یک تصویر متحرک رو در قالب یک فیلم 20 ثانیه‌ای به دست بیارن. مورد عجیب ششم قبرستان منحصر به فرد شهر سوخته است. اصولا در باستانشناسی گورستان‌ها از اهمیت بالایی برخوردارند. در سال 1972 اولین قبر گورستان شهر سوخته به صورت تصادفی کشف شد. مسائل مورد استفاده در گورهای این شهر اغلب خشت خامه. اگرچه بین گونه‌های مختلف قبور موجود در شهر سوخته تفاوت‌های ساختاری وجود داره که به نظر میرسه این تفاوت‌ها ارتباطی با جنسیت و یا سن و سال مدفون شده‌ها نداشته، بلکه تفاوت‌ها در میان باورهای مذهبی و آیینی یا اختلاف طبقاتی موجود میان افراد اون جامعه بوده. مورد عجیب هفتم جواهرسازی در شهر سوخته است. گردنبندهای کشف شده در کاوش‌های انجام شده در شهر سوخته که نشان از رونق صنعت جواهرسازی در این تمدن داره. جواهرات کم نظیر کشف شده مهره‌های بسیاری از فلزاتی مثل طلا، عقیق، مرمر، لاجورد، فیروزه و دیگر سنگ‌های گرانبهای اون منطقه است که به صورت گردنبندهای زیبا در کنار هم قرار داده شده. مورد هشتم هم اینه که از دیگر اشیای مهم از میان هزاران شیء یافت شده میشه از سفال یا امضای سفالگر برای اون چکش، سوزن، سنجاق سر زنونه، شهرک‌های مسکونی و ساختمان‌های همگانی مثل آپارتمان هم نام برد که هر کدوم از اونها داستانی داره و بهترین زمان برای بازدید از این شهر هم اوایل مهر ماه تا آخر آبان ماه به دلیل خنک بودن هوا و آب و هوای اون منطقه که بسیار گرمه. توصیه میشه که حتما در این ماه‌ها از این بناها بازدید کنید تا پی به عجایب شهر سوخته ببرید. مرسی دوستان تا اینجای ویدیو همراه من بودید. ممنون از نگاه گرمتون. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.